به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. همزمان با مرگ رودکی، پدر شعر فارسی در سال 329 هجری قمری، سرودخوان یگانگی و حماسه پرداز ملی ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی در ده پاش از توابع تابران طوس در خانواده از نژاده دهقانان دیده به جهان گشود. برای آشنایی با زندگی این اسطوره سخن پارسی، زندگی حکیم طوس را از سالهای بعد از 400 هجری قمری که از غزنین به هرات رفت و پس از مدتی سرانجام به طوس بازگشت را پی می‌گیریم. احتیاط کنید حکیم. عبدالله، پیری ضعیفم کرده. توان پیاده شدن را هم از من گرفته است. عبدالله، در را بکوب. چشم حکیم. آمدم. خدایا، چه میبینم؟ خوابم یا بیدار؟ نه، خواب نیستی، درست میبینی فرزند. بانو کجایی؟ بیا ببین که آمده. سلام پدر، خوش آمدی، شادمان کردی. سلام دخترم، برخیز. خدا را شکر که یک بار دیگر شما را میبینم. مادرت کجاست دخترم؟ مادر در پاژ است. عبدالله، خسته شده ای، به استراحت مشغول شو. به روی چشم حکیم. خدا را شکر، امیدی به اینکه یک بار دیگر چشم به دیدارتان تازه گردد نداشتم. پدر، این حرفها را نزنید. حال بر تخت استراحت کنید تا برایتان نوشیدنی بیاورم. خوش آمدید حکیم. بیخبری از شما ما را نگران کرده بود. سپاسگزارم فرزند. بیایید بنشینید. به راستی اگر عبدالله در کنارم نبود، تنهایی مرا از پای در می آورد. بفرمایید تا خستگی راه از تنتان دور شود. ممنونم دخترم، ممنونم. پدر، از غزنین چه خبر؟ سلطان درباره شاهنامه چه گفتند؟ نکردن در این داستانها نگاه، ز بدگوی و بخت بد آمد گناه. حسد برد بدگوی در کار من، تبه شد بر شاه بازار من. در غزنین به حضور سلطان رسیدم. شنیدیم برای به نظم درآوردن تاریخ شاهان 35 سال وقت صرف کرده ای. آره این گونه است سلطان. چند بیت گفته ای؟ 60,000 بیت سرودم سلطان. 60,000 بیت. عجب. از نظم کردن شاهنامه مقصودت چه بوده است؟ از شاهان صله فراوان گرفتن و توانگر شدن؟ امیدم این بود که شاید در پیری بی‌نیازی یابم، اما هدف اصلی من به لطف و عنایت خداوندی تاریخ شاهان و آثار و حکمت ایرانیان را زنده نگاه داشتن بود. سخنت عالی است، ولی هرچه نگاشته ای افسانه است، حدیث کهن است. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. پند و حکمت، اندرز و عبرتی که از پیشینیان با آیندگان میرسد همیشه تازه است. علمای غزنین در شاهنامت بدعتها دیده اند. به زردشت و مزدک توجه داری. دانش و قریحت را به ستایش مجوسان صرف کرده ای. در مدیحت به من نصیحتگر شده ای که دادگر باشم، راستی پیشه کنم، کژی و کاستی نکنم،
گویا من دادگر نبودم، راستکار نبودم. مگر من طفل ابجد خان هستم و تو معلم؟ بگو دارای چه مذهبی هستی؟ معتزلی؟ رافضی؟ قرمتی؟ یا دهری؟ هیچ کدام از آنها که سلطان فرمودن نیستم. من شیعی مسلمانم. خدایگان را پوشیده نیست که به مسلمان پاک دین تهمت بددینی یا بیدینی زدن گناه است. تو دشمن مایی. اگر دشمن نباشی دوست هم نیستی. در نظم تاریخ شاهان بسیار رنج کشیده ای، پیر و ناتوان شده ای. حتما به امیدی نزد ما آمده ای. صله شاهنامه‌ات را خواجه بزرگ به تو میدهد، بگیر و برو. برو دیگر، برو. شاهنامه از آن من نیست. تاریخ شاهان و دلاور مردان ایران بزرگ است. مرا توان شنیدن توهین به قهرمانان و مردان بزرگ تاریخ همیشه سرافراز ایران نبوده و نیست. سلطان را با آنچه شایسته پرسش‌های او بود پاسخ گفتم و درهمش را به حمامی و فقایی بخشیدم. ای حکیم، در غزنین روزگار سختی بر شما گذشته است. اینک بدور از خاطرات تلخ ساعتی را به آرامش بگذرانید. ای کاش آرامش دهنده من مهربان بانویم همچون دیگر روزهای سخت زندگی در کنارم بود و با کلام شیوایش به من آرامش میبخشید. دخترم، مرا توانان که تا صبح در انتظار دیدن مهربانم در اینجا آرام گیرم نیست. او در پاش به خانه چه کسی رفته است؟ وای بر من، وای بر من، وای بر من. از لحظه ورود غم نبودنش بر وجودم سایه افکنده است و افکارم را پریشان و وجودم را آشفته ساخته است. برخیز، برخیز دخترم. دست تقدیر گویا تنها برای من سختی ها را رقم زده است. در همه لحظه‌های تلخ و شیرین زندگی خواسته‌ای بر زبان نیاورد و تنها مرا به بردباری در برابر همه ناملایمات و سخنان سرد کوته فکران و به نظم شاهنامه تشویق کرد. در آخرین روز زندگیش پس از راز و نیاز با پروردگار تنها خواستش خواندن داستان بیژن و منیژه از شاهنامه بود. گویا در این داستان چیزی را جستجو می‌کرد. گویا همین امشب است. من در نور مهتاب در ایوان مشغول خواندن کتاب بودم که آسمان به یک باره تیره و تار شد. بانو، بانو، آسمان تیره و تار گشته، چراغی بیاور. این هم چراغی که میخواستی. سپاسگزارم بانو. تاریکی افکارم را پریشان کرده بود. هرگاه وجودت از تلاطم باز ایستاد، بپیمایمی تا یکی داستان ز دفتر برات خوانم از باستان. بیارای بزمی مه خوب چهر، بخوان داستان و بیفزای مهر. چنان چون ز تو بشنوم در به در، به شعر آورم داستان سر به سر. تا خروش بامدادی خروسان میخواند و من شنونده بودم. بی تردید او در داستان بیژن و منیژه خاطرات ایام جوانی و آن شب بیاد ماندنی را جستجو میکرد. پدر جان، پاسی از شب گذشته است. شما هم خسته هستید. بهتر است به استراحت بپردازید. حق با توست دخترم، برویم. از این پس فرصت بیشتری برای صحبت خواهیم داشت. شما هم خسته هستید. بروید به استراحت بپردازید.
حکیم کجایند؟ چه شده عبدالله؟ چرا اینقدر پریشان هستی؟ مأموران حاکم. عبدالله من اینجا هستم. چه شده؟ حکیم مأموران حاکم تا اینجا هم به دنبال شما آمدند. عبدالله کسی تو را ندید؟ نه خیر حکیم، من نزدیک میدانگاهی بودم که مأموران سوار بر اسب در آن مردم را به یافتن حکیم تشویق می کردند. ای حکیم ناراحت نباشید، اینها تا کنون چند بار به توس آمدند، مردم هم به حرفایشان می خندند. ای از خدا بی خبران. شاید بهتر بود چیزی نمی گفتم، گویا با این خبر حکیم را سخت آزرده خاطر کردم. پدر نگران چه هستید؟ بنشین دخترم، شما هم بنشینید. درست است که مردم به حرفای آنها میخندند، اما من در این شهر دشمنانی هم دارم. با این وجود توس دیگر جای امنی برای من نیست. هنوز هم نکاتی هست که باید به شاهنامه بیفزایم. پدر همه جا مملکت محمود است، کجا میتواند برای شما امن باشد؟ من به تبرستان میروم. آخران ولایت در اختیار سلطان محمود نیست. حاکم آنجا سپهبد شهریار از نژاد ساسانیان است. من شاهنامه را که تاریخ نیاکان اوست به او تقدیم خواهم کرد. پدر شما کی قصد سفر دارید؟ همین امشب دخترم. عبدالله تو اگر بخواهی میتوانی در توس بمانی. ای حکیم، برای من افتخاری است که همراه شما باشم. عبدالله ممنونم. بدون شک سفر کردن به تنهایی برای من مشکل ساز خواهد بود. مثل گذشته اسباب سفر را فراهم کن. چشم حکیم. شما را به خدا می سپارم. نگران ما نباشید. عبدالله لطف خداوند همیشه همراهتان باد. مثل گذشته مراقبت از پدر بر دوش شماست. بانو، همراهی با حکیم هم لطف خداوندی است که نصیب من شده است. بهتر است برویم. شما را به خدا می سپارم. مراقب خودتان باشید. نغمه پرندگان در این هوای آفتابی گوش نواز است. امیر به سلامت باد. اجازه سخن گفتن میخواهم. سخنت را هرچه هست میشنوم. حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده تاریخ شاهان به طبرستان آمده و همکنون اجازه شرفیابی میخواهد و مشتاق ملاقات با امیر است. با این خبر شادمان کردی. ای وزیر هرچه زودتر حکیم را به حضورمان بیاور. اطاعت امر سرورم. عجیب است. پدر چه چیزی عجیب است؟ بزرگان علم و ادب همانند ابو علی سینا، ابو سعید عارف و ابو ریحان به دلیل دشمنی های دربار سلطان محمود هر یک به شهر و دیاری گریزان شدند. باید چنین باشد پدر. بی تردید با خبرهایی که از غزنین آورده‌اند، فردوسی هم از بیم جان ترک خانه و دیار کرده. آری بیشک چنین است. امیر به سلامت باد. حکیم ابوالقاسم فردوسی به حضور امیر شرفیاب شدند. سلام و درود بر تو باد ای امیر. خوش آمدی ای حکیم. افتخاری است برای ما که حکیم ابوالقاسم فردوسی اسطوره‌ای سخن پرداز و سراینده تاریخ و افسانه‌های کهن ایران زمین قدم بر خاک طبرستان گذارده است. عمر و دولت امیر پاینده باد. سعادتی است مرا این لحظه که امیر اجازه حضور فرمودند. بفرمایید. امیر اگر پذیرا شوند منت گذاشتند.
این چیست ای حکیم؟ تحفه ایست از توست که درون صدها نام و نشان آشناست، نام و نشانهایی که سلطان غزنین با آنها بیگانه است. شاهنامه ای حکیم؟ مگر شاهنامه را به نظر سلطان محمود نرسانده ای؟ آری امیر، اما سلطان از نژادی غیر ایرانی است. شاهنامه تاریخ ایرانیان والاتبار است. سلطان را با تاریخ ایران کاری نیست. او قدر این کتاب را ندانست و مرا مجبور کرد تا ابیاتی از این گونه را برای سلطان بسرایم. آیا شاه محمود کشورگشای ز کس گر نترسی بترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه تاجداران کیهان بودند. به دانش نبود شاه را دستگاه، وگرنه مرا برنشاندی بگاه. چون در تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان چنو. بس است ای حکیم. اگر این کلمات را باد به گوش سلطان برساند، بیشک خشم و غضب او را نسبت به تو و به ما شعله ور خواهد ساخت. از اینکه مایه این ناراحتی و رنجش خاطر امیر گشتم طلب بخشایش دارم. در شاهنامه از نیاکان ما چه گفته ای؟ عمر و عزت و دولت امیر پاینده باد. شاهنامه با تاریخی یزدگرد که از نیاکان شماست پایان یافته است. چو بر خسروی تخت بنشست شاد، کلاه بزرگی به سر برنهاد. چون این گفت که از دور چرخ روان، منم پاک فرزند نوشیروان. برانم که تا زنده ماند تنم، بن و بیخ بد از جهان برکنم. نفرین خدا بران مرز و مرزبان خائنش باد، اگر مرزبان خائن مرو یزدگرد را نمی کشت. امیر به سلامت باد. مرگ یزدگرد و کسانی چون او حقیقتی تلخ از دل تاریخ است، اما دشمنان ما باید این را بدانند که دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. درودت باد ای حکیم. به راستی که میراث با ارزشی برای آیندگان گذاشته ای. افتخاری است بر ما اگر مدتی در طبرستان بمانیم. دولت امیر پاینده باد. سپاسگزارم. با اجازه امیر. ای حکیم، مرا سوالاتی درباره شاهنامه است. البته در فرصتی دیگر به حضور حکیم خواهم رسید. با کمال میل پاسخگو خواهم بود امیرزاده. اگر امیر را دستوری نیست اجازه مرخصی بفرمایید. بفرمایید. حکیم را نیز به محل استراحتشان راهنمایی کنید. دریغان سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغان بزرگی و آن فر و بخت. درود بر حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر و سخن پرداز بلند آوازه ایران زمین. درود بر امیرزاده باد. از اینکه خلوت حکیم را برهم زدم طلب بخشایش دارم. هم نشینی و هم سخنی با امیرزاده مایه فخر و خوشنودی است. در خدمت و آماده پاسخگویی به سوالاتتان هستم. ای حکیم، شنیدم ابتدا دقیقی شاهنامه را به دستور نوح ابن منصور سامانی سرود، ولی 1000 بیت از شاهنامه را سروده بود که به دست غلامش کشته شد. آری امیرزاده، این حقیقت است.
و چنین است که فرمودید. ای حکیم بزرگوار، شما شاهنامه را به دستور که گفته اید؟ من شاهنامه را تنها برای دفاع از عظمت و ناموس و شرف ایران و ایرانی و زنده نگه داشتن زبان پارسی به نظم درآورده‌ام. ای حکیم، شاهنامه را از کی و با استناد بر چه به نظم درآورده اید؟ سال 370 هجری قمری، زمانی که من در سن 40 سالگی بودم، روزی جوانی به خانه من آمد. گویا امروز بخت با من یار بوده است که منصور ابن محمد ابن عبدالرزاق پسر سپهسالار پیشین خراسان به خانه من آمده است. ای حکیم، آنچه انگیزه آمدن به حضورتان گردید تعهدی است که به عنوان ایرانی نسبت به تاریخ، زبان و فرهنگ این مرز و بوم همچون نیاکانمان داریم و خواهیم داشت. درست است عالی جناب، این گونه است که می‌فرمایید. از آنجا که قدرت کلام و قلم استاد و دلباختگیشان به ایران و ایرانی بر من پوشیده نیست، این دفتر را که همان شاهنامه ابو منصوری است به شما می سپارم تا آن را به نظم برگردانیده و به ایرانیان و شاهان بسپارید. سپاسگزارم عالی جناب. بدون تردید این لطف پروردگار است که شامل حال من گردیده است. خداوند یار و حامیت باد. به چه می‌اندیشی ای حکیم؟ در این اندیشم که اگر خداوند سرنوشتیم چون دقیقی برای من نوشته باشد، سرانجام این کار چه خواهد شد؟ دقیقی را انگیزه نظم شاهنامه دستور شاهان بود، حالان که پشتیبان تو لطف خداوندی است. درنگ در انجام لطف پروردگار جایز نیست. آری مهربانم، آری، بی تردید مرا لطف اوست. حال که مرا لطف خداوندی شامل گشته است، پس نگارش این دفتر را با نام او آغاز می کنم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی بگیتی که جست. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چون این گفت کآیین و تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. ای حکیم، خورشید از نیمه آسمان گذشته است. آنچنان غرق در تفکر و نوشتن گشته ای که خورد و خوراک را فراموش کرده ای. هیهات بانو، هیهات. گویا با آمدنم رشته افکارت را گسستم حکیم. بنشین مهربانم، بنشین. چه خوب شد که آمدی. به هر سمت و سوی که چشم میاندازم، پیشینیان با رفتارشان در برابر دیدگانم نقش میبندم. هر کلام و هر ورق این دفتر روحیاتم را دگرگون میسازد. ای حکیم، آرام و قرارت را از دست داده ای. تو را چه شده است؟ بی‌عدالتی های ضحاک لرزه بر اندامم انداخت. شجاعت کاوه آهنگر بیباکم کرد و دلاور مردی های فریدون گام هایم را استوارتر کردند. افسوس، افسوس. ای حکیم، افسوست برای چیست؟ افسوس من از کردار پسران فریدون است. اندوهگینم ساختند، دلم از مرگ ایرج گرفت. ای کاش دستی خنجر را از سلم یا تور می گرفت. چگونه برادر خود را کشتند؟ ای حکیم، مرا سؤالی است. مگر انسان به دنیا همچون فرشته پاک و بی عیب نمی آید؟ پس این درنده خویی در طبیعت او از چیست؟
از حرص جاه و قدرت و ثروت و زبردستی بر هم جنسان است که انسان پاک آمده به پریدی این جهان آلوده می شود و به کرداری این چنین دست می زند. سلم و تور بیدادگر بودند. بیدادگری شاهان از بیخردی ایشان است. جایی که خرد را با داد پیوند نیست، بیاوردش بجز اشکاری بلا و آفت مر سر مردمان نخواهد بود. من باید این را بسرایم تا پند و حکمت و قصه آشکار شود. می سرایم تا شاید ثواب و خطای پیشینیان برای امروزیان و فرداییان در عبرت شود. ای حکیم، شاهنامه را با چنان احساسی سروده اید که گویا با قهرمانان آن زندگی کرده اید. آری فرزند، این گونه است که میگویی. زندگی من با شاهنامه رابطه ناگسستنی دارد. من با سیمرغ به پرواز در آمدم، چه روزها و شبها زال را پروراندم. حدیث عشق او را با رودابه بر سینه تاریخ نوشتم. رستم دستان را از آغازین لحظه زندگیش به داستان کشیدم. تخمینه را به بالین رستم به بزم آوردم. در جشنشان مستان قلم را در دوات چرخاندم. رستم را در 7 خوانش سخنها گفتم. پیروزی هایش را بزم گستراندم. به نیروی قلم و قدرت گرز و کمانش سپاه توران را به بیرون از مرزهای ایران راندم. خاقان چین و اشکبوس و افراسیاب و اسفندیار را به بند کشیدم. از نیرنگ شغات همچون ظلم ضحاک یک بار دیگر بر خود لرزیدم. چه تلخ و دردآور بود لحظه‌ای که قلم را در مرگ رستم در دوات غلطاندم. به راستی که مرگ قهرمانان تلخ و دردآور است، اما مرا سؤالی است ای حکیم. سؤالتان هرچه باشد پاسخ خواهم گفت امیرزاده. در عجبم که حکیم چرا از مرگ سهراب سخنی به میان نیاوردند. امیرزاده، به سلامت و عمرتان طولانی باد. دیدن یا شنیدن مرگ فرزند بر هیچ پدری آسان نیست. من چون رستم بر مرگ سهراب بارها گریستم. مرگ سهراب اگرچه بر رستم و خواننده و شنونده آن تلخ و دردآور است، مرا اندوهی دو چندان است. یکی آن که بر سهراب بایدم گریست و دیگر که ای حکیم؟ و دیگر آن که مرگ تنها فرزند پسرم را که هرگز از خاطرم نمی رود در یادم زنده می کند. مرا بود نوبت برفت آن جوان، ز دردش منم چون تن بیروان. ای حکیم، از آن که سبب گردیدم تا بر خاطرتان اندوه بنشیند طلب بخشایش دارم. اینک اگر اجازت فرمایید مرا سؤال دیگری است و آن اینکه چرا حکیم شاهنامه را به نام سلطان غزنین کرده است؟ من نه از روی میل و رغبت شاهنامه به نام سلطان محمود کردم. بیشک اگر چنین نمی کردم پیکر سرد من همچون دیگران دیشمندان تا به حال به دستور سلطان بردار با آتش شاهنامه گرم می شد. اگر حکیم مایل باشند به تماشای رودخانه‌ای که در همین نزدیکی است برویم. با کمال میل امیرزاده. بفرمایید حکیم، باید از این سو برویم. این رودخانه مرا به یاد ایام جوانی و کشفرود می اندازد. چه روزها و ساعتها را در کنار کشفرود در اندیشه شاهنامه گذراندم. باز صحبت از شاهنامه شد و مرا سؤالی دیگر پیش آمد. میخواهم بدانم حکیم سلطان محمود را از کی و چگونه میشناسند؟ سال 385 هجری قمری با پایان یافتن نخستین مرحله نظم شاهنامه بود. در آن سال محمود غزنوی با سیمجوریان در صحرای اندرخ به نبرد پرداخت.
و دامنه نبردانان تا پشت دروازه های رزان کشیده شد. فریدون بیدار دل زنده شد، زمان و زمین پیش او بنده شد. پس از سال 394 هجری قمری به دلیل اوضاع سیاسی حاکم بر ایران و نیاز سلطان محمود از یک سو به آرام نگه داشتن بقایای دودمان برافتاده سامانیان و سوی دیگر نگرانی او به دلیل هم‌مرز شدن با ترکان قراختایی، چاره کار را جز ایجاد ارتباط و دوستی هرچه بیشتر با ایرانیان و طلب حمایت‌های آنان ندید. به دنبال این جریانات سیاسی بود که رابطه من با سلطان به روشنایی گرایید. چو بگذشت سال از برم 65، فزون کردم اندیشه درد و رنج. به تاریخ شاهان نیاز آمدم، به پیش اختر دیرساز آمدم. بپیوستم این نام بر نام او، همه مهتری باد فرجام او. اما دیری نپایید که این روشنایی با نیرنگ مداحان دربار سلطان و وزیر ستم پیشه او میمندی به تیرگی گرایید و شاهنامه را در چشم سلطان تباه گرداند. 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم با امید گنج. چو برباد دادن گنج مرا، نبود حاصلی 35 مرا. ز هجرت شده 5-80 بار، که گفتم من این نامه شاهوار. کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد. آری، سرانجام حکیم ابوالقاسم فردوسی پس از چندی تبرستان را به قصد طوس ترک کرد و آخرین روزهای زندگیش را در جایگاهی که کاخ بلند نظم را پیافکنده بود سپری کرد. گویند در واپسین روزهای حیات فردوسی سلطان از کرده خیش پشیمان گشته و بر حکیم صله‌ای بار بر اشتران فرستاد. اما هیهات که آن صله همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب بود. هرچه صله به طوس نزدیکتر میشد، جنازه فردوسی از دروازه رزان دورتر میگشت. سرانجام به جای فردوسی صله به دختر حکیم داده شد. دختر را فریاد برآمد: من شاهنامه نسرودم. او که شاهنامه سرود نامش فردوسی بود و در دل خاک آسود. صله را بر شاه برگردانید و شاه را بگویید چو خواهشگری و نیازم نبود، بر این بر ببستم زبان حسود. سال مرگ حکیم را حدود 411 تا 416 هجری قمری گفتند. آرامگاهش در شهر طوس و در باغ خانه اوست. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم.